درود. تاریکی بعضی وقتا به شکلای مرموز به انسان نزدیک میشه. بعضی وقتا با لباسای شیک، ظاهر بسیار آراسته به ما نزدیک میشه و زمانی که داره رد میشه تاریکی، اگر توی وجود ما ترس و شک و دودلی و خشم و اینا باشه، از جنس خود تاریکیه، ما رو میتونه ببینه و وقتی ببینه میریم توی حلقومش، ما رو میبله. اما اون موقعی که داره رد میشه، اگه ما فرکانسمون چیز دیگه باشه، تاریکی میاد و رد میشه، چون چیزی رو نمیتونه دیتکت کنه و بگیره، در نتیجه عبور میکنه. چرا دارم این موضوع رو میگم؟ یه فیلم دیدم به نام هارت این اتلانتیس. این فیلم رو تحقیق کردم، دیدم در ایران زیرنویس داره، بنابراین با زیرنویس میتونید زیرنویس فارسی ببینید. داستان یه مردیه به نام تد. آنتونی هاپکینز نقش تد رو بازی میکنه. یه پسر 10-11 ساله به نام بابی که بابی با مادرش زندگی میکنه، پدری هم فعلا در صحنه نیست و مادر بابی هم خودشیفته، فقط به خودش فکر میکنه و به نیازهای خودش، اونجوری که من گرفتم. بعد یه کسی، اینا وضع مادیشون یه ذره دچار اشکال میشه و یه دونه از اتاقا رو اجاره میدن. آنتونی هاپکینز میاد اون اتاقا اجاره میکنه. خب در زمانهای، باید اینم بگم که اسم فیلم هست هارت این اتلانتیس. چرا این فیلم رو گذاشتن هارت این اتلانتیس؟ اون برداشتی که من کردم ممکنه اشتباه باشه. اتلانتیس یک تمدن قدیم چندین هزار سال پیش بوده که عظمتی داشته، تکنولوژی، اتفاقایی، اصلا هنوز که این همه به نظر میاد انسان پیشرفت کرده، اصلا به گرد راه اتلانتیس هم نمیرسه. طبق معمول وقتی رشد میکنی به اون شکل، همراه خودت قسمت‌های فساد و خرابی رو هم رشد میدی. فساد و خرابکاری اینقدر زیاد شد که اتلانتیس رفت زیر آب. تد که آنتونی هاپکینزه در این فیلم بازی میکنه، وارد خونه اینا میشه، یه اتاق اجاره میکنه. تد یه جورایی ابیلیتی و شرایطی داشت که با آدمای معمولی فرق میکنه. یعنی میتونست ذهن بخونه، میتونست وقایع رو قبل از اتفاق و قدرت‌های بالا. تاریکی تمام حواسش این بود که بیاد تد رو ببلعه، ولی از پس تد بر نمی آمد. به هر حال یه اطلاعاتی و یک ابیلیتی رو به بابی نشان داد، ولی به بابی گفته بود که این آدم‌های بد که تو ماشینای لوکسن باید حواست باشه، هر جا اینا رو میبینی دور شو از اون منطقه، بهشون نزدیک نشو. تا اینکه یه روزی از این روزها بابی و تد رفتن بیرون گردش. شب شد، بارونم می آمد. فکر کنید مثلا صحنه رو مجسم کنید، شب بارون میاد، تاکسی میاد، وای میسته، اینا سوار تاکسی میشن. همون موقع اون آدمای بعد، نیروی تاریکی با 2 ماشین از بغل اینا میخوان رد شن.
کاری که تد میکنه سر بابی رو صندلی عقب نشستن، سر بابی رو سر خودشو دلا میکنه که اینا نبینن، ولی مرتب به بابی میگه نترس، به چیزای خوب فکر کن، به روزای خوب فکر کن. ای بابی هم کوچولو بود ولی با این حال یه دوست دختر داشت کرول، هی به کرول و به تولد کرول فکر میکنه. نیروی تاریکی رد میشه، ولی چون ترسی تو دل بابی نبود نمیتونه دیتکت کنه و اینا به سلامت در میرن. من میخوام از این موضوع یک برداشت نهایی بکنم که تاریکی همیشه در کمینه، آرام و بی صدا تو لباسهای زرق و برقدار درخشان، سوار ماشین لوکس. اونهایی که ذهنشون پره، هیاهوه، اونهایی که ذهنشون مشغول نگرانی و ترس و ایناست، وقتی تاریکی میاد رد میشه میتونه اینا رو بفهمه چون از جنس خودشن و اینا رو ببره. حالا ما اینجاست که حق انتخاب داریم. اگر دلمون پر از شادی باشه، پر از ذوق باشه، پر از سپاسگزاری، نه به شکل خدا رو شکر، وایبریشن قدردانی و سپاسگزاری، وایبریشن شادی، ذوق کنیم بابت همه چیز، مرتب تاریکی میاد رد میشه ولی نمیتونه ما رو بگیره. این موضوع رو براتون مطرح کردم برای اینکه خدمتتون بگم چقدر دلم میخواست این فیلم رو ببینید، بعد خودتون برداشت خودتون رو ببینید، بعد با هم صحبت کنیم و گفتگو، و بعد از این که فیلم رو دیدید میتونیم یه لایو بذاریم، من میام، شما و ما با هم در تعامل میشیم. فکر میکنم خیلی خوبه. دوست داشتم این فیلم رو و دوست داشتم باهاتون شیر کنم. پس قول دادم به خودم و به یاران فردوس که تاریکی همیشه هست، پلیدی همیشه هست، ترس، نگرانی، دودلی، شک، خشم، کینه، حسادت، اینا رو به طرف ما جذب میکنه. تمام بیماری هایی که میگیریم به خاطر جذب نیروی تاریکیه، وگرنه اگه حالمون خوب باشه و راضی و خوشحال زندگی کنیم، مربوط به این نمیشه چقدر داریم، مربوط به اینه که اونی که داریم آیا میبینیم اونایی رو که داریم یا فقط نداشته ها رو میبینیم. برام بنویسید چی فکر میکنید. فیلمو زود ببینید و خبرم کنید. خدا نگهدار.